حضرت زکریا علیه السلام پیامبر مهربان خدا بود که سالهای زیادی مردم را به سوی خدا دعوت می‌کرد. او و همسرش بسیار پیر شده بودند و فرزندی نداشتند، اما دلش پر از امید به رحمت خدا بود. روزی در محراب عبادت با قلبی شکسته دعا کرد: پروردگارا، از سوی خودت فرزندی پاک به من عطا کن. خداوند دعای او را پذیرفت و فرشتگان به او بشارت دادند که صاحب پسری به نام یحیی خواهد شد. زکریا شگفت زده شد، چون خودش پیر بود، اما ایمان داشت که برای خدا هیچ چیز ناممکن نیست. و چنین شد که حضرت یحیی به دنیا آمد، نشانه ای از قدرت و رحمت بیپایان خداوند بود. چراغ هدایت، راه سعادت ابدی.